من 6 فرزند دارم، 4 پسر. پسری میدکی هم در خوجند خدمت کرده است. از حساب دولت ما این مادرها خوجند فرزندامون دیدار بینی رفته استیم. حاجی در زاب قرار داریم. باز یک با خوجند رهسپار میشیم. ای خرسندی نمیدونم که خودم چی کنم که فرزندم را در خدمت وطن بینم. خستگی هم را نفهمیدم. شب برای دیداربینی فرزندم میروم گفته. ما مینداریم از دولت وطن خودمون که مادران را به دیداربینی فرزندامون رهسپار کرده استند، برده استند. ما ای خرسندی شب دیگه فرزندامون را دیداربینی میکنیم گفته خواب نکردیم. مادران میگیم که فرزندان به خدمت وطن رهسپار کنند شوند. خدمت یاردم میدهد. این ما مادران را به دیداربینی پسرامون میبریم میرویم.